سلام، شیما هستم از شرکت کارامون. امروز می‌خوایم در رابطه با سوالاتی که خانواده‌ها در رابطه با تحصیل فرزندانشون توی اسپانیا دارن صحبت کنیم. در کنار همکار عزیزم نیلوفر هستیم که در این زمینه اطلاعات بسیار خوبی دارن. سلام نیلوفر جان، در خدمت شما هستیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همگی. امیدوارم که خیلی خوب باشید و ممنونم از دعوتتون. در خدمتتون هستم. به عنوان سوال اول، سن تحصیل دانش آموزان در اسپانیا به چه صورت هستش؟ سن تحصیل اجباری توی اسپانیا به صورت کلی از سن 6 سال شروع میشه و تا 16 سال ادامه پیدا میکنه. اما خانواده ها اگر مایل باشن میتونن فرزندانشون رو از سن 3 سالگی تا 6 سالگی توی مهد کودک هم ثبت نام کنن که خب اجباری نیست، و دانش آموزان هم بعد از سن 16 سالگی اگر مایل به شرکت توی دوره‌های آمادگی برای ورود به دانشگاه هستن میتونن اقدام بکنن و از سن 16 تا 18 سالگی در این دوره‌ها شرکت کنم. در رابطه با انواع مدارس و هزینه‌های تحصیل توی اسپانیا اگر امکانش هست برای ما یه توضیحی می‌فرمایید؟ خب در درجه اول اینو باید بدونیم که مدارس به صورت کلی توی اسپانیا به 4 دسته تقسیم میشن: مدارس دولتی، مدارس نیمه خصوصی، خصوصی و بین‌المللی. من از مدارس دولتی شروع می‌کنم. مدارس دولتی عملاً شهریه‌شون رایگان هست، اما معمولاً خانواده‌ها باید یه مبلغی حدود 100 یورو بابت دفتر، قلم، خودکار و یه چنین اقلامی پرداخت بکنن. همینطور حدوداً 100 یورو دیگه بابت کتب درسی و آموزشی هم معمولاً سالیانه پرداخت میشه. راجع به زبان توی مدارس دولتی صحبت بکنیم. زبان اصلی و زبان رسمی که صحبت میشه توی این مدارس زبان اسپانیایی هست به همراه زبان محلی که توی اون منطقه، توی اون جامعه خود مختار داره صحبت میشه. مثلا اگر که این مدرسه توی یکی از شهرهای کاتالونیا هست، خب زبان محلیش میشه زبان کاتالان. و به علاوه زبان انگلیسی که به عنوان زبان اضافه توی این مدارس صحبت میشه و تدریس میشه. بعد ما مدارس نیمه خصوصی رو داریم. مدارس نیمه خصوصی یه مقدار شهریه‌شون بالاتره، حدوداً ماهانه از 200 تا 300 یورو و تا 600 700 یورو میتونه متغیر باشه. زبانش مثل مدارس دولتی هست، زبان اسپانیایی به عنوان زبان رسمی کشور، زبان اون محله یا اون جامعه خود مختار و دوباره زبان انگلیسی به عنوان زبان اضافه تدریس میشه. بعد ما مدارس خصوصی رو داریم که شهریه متفاوت‌تر و بالاتری دارن. حدوداً شهریه‌شون ماهانه 1000 تا 2000 یورو میتونه متغیر باشه. زبانشون اما مثل مدارس دولتی و نیمه خصوصی هست، اسپانیایی زبان اون محله و زبان انگلیسی زبان اضافه هستش. بعد ما مدارس اینترنشنال یا مدارس بین‌المللی رو داریم که برای خیلی از خانواده‌هایی که از کشورهای دیگه میان توی اسپانیا و دوست دارن که فرزندانشون اینجا تحصیل بکنه، اینجا توی مدارس ثبت نامش بکنن، براشون خیلی مدارس محبوب هست. این مدارس شهریه‌شون باز مثل مدارس خصوصی هست، حدوداً ماهانه بین 1000 تا 2000 یورو میتونه متغیر باشه. راجع به زبانشون یه نکته‌ای وجود داره. خب زبان اسپانیایی به عنوان زبان رسمی کشور توی این مدارس هم تدریس میشه، اما زبان دومی که تدریس میشه بسته به نوع این مدرسه میتونه متفاوت باشه. مثلا اگر که این مدرسه بین‌المللی آمریکایی یا انگلیسی باشه، اون زبان دوم طبعاً زبان انگلیسی خواهد بود. اگر که این مدرسه فرانسوی باشه، این زبان میشه زبان فرانسوی و به همین ترتیب برای باقی مدارس با توجه به نوعشون این زبان میتونه متغیر باشه. راجع به مدارس بین‌المللی یه نکته‌ای هم جالبه بدونیم، اون همین که خب مدارس دولتی، نیمه خصوصی و حتی خصوصی ها توی اسپانیا عموماً 3 ترمه هستن، اما مدارس بین‌المللی 1 ترم کلی دارن و در نهایت در پایان سال تحصیلی هم از دانش آموزان یک آزمون جامع و کلی گرفته میشه. ممنون از شما. طریقه ثبت نام در این مدارس به چه شکلی هستش؟ خب طریقه ثبت نام توی مدارس توی اسپانیا بر اساس نوع مدرسه میتونه متفاوت باشه. با مدارس دولتی دوباره شروع میکنم. مدارس دولتی برای ثبت نامشون شما در ابتدا نیاز دارین که برگه امپادرون از شهرداری داشته باشین. برگه امپادرون یا همون برگه ثبت محل زندگی در شهرداری اون منطقه هستش. شما بعد از اینکه این برگه امپادرون رو تهیه کردین، توصیه ما این هست که مراجعه کنید به یکی از مدارس دلخواهتون در نزدیکی محل زندگیتون.
و ببینید که آیا برای سال تحصیلی جدید ظرفیت خالی دارن یا خیر. اگر ظرفیت خالی داشته باشن که دانش آموز شما رو ثبت نام میکنن و اگر نه شما میتونید بعدش مراجعه کنید به اداره آموزش و پرورش منطقتون و با راهنمایی اونها بتونید توی بهترین و نزدیکترین مدرسه به محل زندگیتون فرزندتون رو ثبت نام بکنید. بعد ما مدارس نیمه خصوصی رو داریم که یک مقدار شرایطش متفاوته. برای ثبت نام توی مدارس نیمه خصوصی باز توصیه ما این هستش که یه لیستی تهیه بکنید از یه سری از مدارسی که ترجیحاً هم نزدیک باشن به محل زندگیتون. با این لیست مراجعه کنید به اداره آموزش و پرورش منطقه و اونها چک میکنن، بررسی میکنن هر کدوم از این مدارس که ظرفیت خالی داشته باشه برای سال تحصیل جدید فرزند شما رو ثبت نام میکنن. بعد ما مدارس خصوصی و بین المللی رو داریم که شرایط ثبت نامشون متفاوت هست. برای این مدارس شما دیگه احتیاجی به برگه امپادرون ندارید، صرفا مراجعه میکنید به خود این مدارس، شرایطشون رو میبینید، میتونید از وبسایتشون کمک بگیرید و بعد از اینکه دیدید که این مدارس ظرفیت خالی دارن یا خیر مراجعه میکنید و ثبت نام فرزندتون رو انجام میدید. بسیار عالی. یکی از دغدغه‌های مهم خانواده‌ها نحوه تعیین سطح فرزندانشون توی مدارس اسپانیا است. پیشنهاد شما برای خانواده‌هایی که فرزندشون زبان بلد نیست چی هست؟ سوالی که پرسیدین سوال خیلی مهمیه، همونطور که گفتین دغدغه است برای خیلی ها، اما باید بدونن که جای نگرانی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه توی اسپانیا طبق سیستم آموزشی که توی مدارس توی اسپانیا وجود داره ثبت نام بچه‌ها بر اساس سنشون و بر اساس سال تولد انجام میشه، نه بر اساس مقاطعی که گذروندن. پس جای نگرانی در این رابطه وجود نداره. و اگر شما نگران این باشید که مثلا یه سری از درس‌ها یه سری از واحدها رو فرزند شما ممکنه توی ایران نگذرونده باشه اما بچه‌هایی که توی اون سن هستن اینجا گذروندن و برای اینکه عقب نمونن شما میتونید با همکاری خود مدرسه که خیلی هم در این زمینه انعطاف پذیر هستن میتونید ازشون کمک بخواید و توی کلاس‌های تقویتی که توی این زمینه وجود داره فرزندتون شرکت بکنه که عقب نمونه. در مورد زبان توصیه ما این هست که اگر فرزند شما آگاهی نداره و تسلط نداره به هیچ کدوم از زبان‌های اسپانیایی و انگلیسی توی مدارس دولتی ثبت نام بکنه که به زبان اسپانیایی اونجا داره تدریس میشه که خب به این شکل میتونه تسلط و آگاهی هم پیدا بکنه به زبان رسمی کشور. و اگر که یک مقدار تسلط بیشتری داره به زبان انگلیسی میتونه توی مدارس دو زبانه اسپانیایی و انگلیسی شرکت بکنه که براش خب خیلی راحت تر هست و باز هم میتونه تسلط پیدا بکنه به این شکل به زبان اسپانیایی. مرسی. نیلوفر جان، اگر دانش آموزی به هر دلیلی مثل بلد نبودن زبان نتونه سال تحصیلی رو با موفقیت به اتمام برسونه چه اتفاقی براش میفته؟ باز هم در این زمینه هم جای نگرانی وجود نداره. خب توی اسپانیا مدارس 3 ترمه هستن. اگر که توی هر یک از این ترم ها و یا توی هر 3 ترم دانش آموزی نتونه یک درسی رو پاس بکنه، نتونه بگذرونه، در پایان در ماه جون که امتحانات رو گذروند و تموم شد این امتحان رو دوباره میده. اگر که بتونه بگذرونه که خب هیچ. اگر که نتونه بگذرونه میتونه دوباره اون سال تحصیلی اون مقطع تحصیلی رو مجددا بگذرونه. به عنوان آخرین سوال، شروع و اتمام سال تحصیلی و تعطیلات در اسپانیا به چه شکل هستش؟ خب شروع سال تحصیلی توی اسپانیا از اواسط ماه سپتامبر و تا اواخر ماه جون که به تقویم شمسی حدوداً میشه خرداد تیر ادامه پیدا میکنه. در مورد تعطیلات که سوال پرسیدین، اولین تعطیلات مهمی که توی اسپانیا هست مربوط میشه به تعطیلات کریسمس و سال نو میلادی از اواخر ماه دسامبر و تا هفته اول ژانویه ادامه پیدا میکنه. و یه تعطیلات مهم دیگه هم که هست که دانش آموزان هم تعطیل هستن، حدوداً تعطیلات 10 روزه‌ایه که توی ماه مارچ هستش، مربوط میشه به تعطیلات عید پاک. ممنون از شما، خسته نباشید، لطف کردید. ممنونم از شما و مرسی از دعوتتون. ممنون از همراهی شما. امیدوارم که اطلاعات مفید بوده باشه براتون. اگر نیاز به اطلاعات بیشتر دارید میتونید با همکاران ما در اسپانیا در تماس باشید.